برای ماه شریف رمضان چند روز دیگری باقی مانده است. آیا برای این ما و شما آماده هستیم؟ همه ما با خدا روزی یک به یک روبرو خواهیم شد. وقتی که ما با خدا روبرو می شویم، او به ما نگاه می کند و ما به او چی جواب می داده باشیم؟ با او چی را پیشنهاد می کرده باشیم؟ کدام کار و عملهایمان را که برای آخرتمان در این دنیا اجرا کرده بودیم؟ تنها خدا می داند که ما تا ماه شریف رمضان جان به سلامت می بریم یا نه. ولی البته که من می خواهم زنده بمانم و از آن وقتی را که در پیشم دارم و خدا به من داده است باید خوب استفاده برم و از این وقتی در پیشم بوده با تمامی هستیم لذت ببرم. لذت بردن نه برای این دنیا، بلکه عملهای را باید انجام بدهم که توشه آخرتم شود و دستی خالی پیش خدایم شرمگین و ناامید نروم و نامراد روبرو نشوم. توشه آخرت ما نه زیبایی‌مان، نه مال و ثروتمان، نه معتبر بودنمان و نه آبونچیان زیاد در صحیفه اینترنتی داشتنمان است، بلکه رفتار و عملهای مطلوبمان، خیرهای کرده‌مان، روزه و نمازمان، قانون و قاعده های دینمان را پاس داشتنمان می باشد که ما را از عذاب جهنم نجات خواهد داد و پیش خدایمان شادمان خواهد کرد.